سلام، وقت همگی بخیر. در خدمت یکی از مراجعین به بازار بزرگ گل زعفران در جهان در تربت حیدریه هستیم. می‌خوایم هدفشون رو از این سفر بدونیم و اینکه آیا لذت بردن از این سفر یا نه. سلام میکنم به شما همه دوستدارانتون و ما که خیلی مفتخر شدیم. من برای اولین بار میام تربت حیدریه. از تهران اومدم به همراه گروه هم 19 نفریم و اومدیم تربت رو ببینیم برای اولین بار و خیلی لذت بردیم و اینکه اینقدر اینجا به نگهداری از آثار تاریخیشون اینقدر بها میدم، واقعا مفتخر شدم و خیلی لذت بردم و انشالله تورای چند روزه خواهیم آورد به تربت و اومدیم اینجا از بازار گل زعفران اینجا هم دیدن کنیم که این پروسه رو ببینیم، چون گل خریدن خیلی به درد ما نمیخوره و بسیار لذت بردیم، هم من هم گروه هم. چه چیز خاصی دیدین توی این برداشت زعفرون یا خود زعفرونی که حالا اینجا دیدین توی این بازار گل؟ چیز خاصی دیدین، چیزی که تو ذهنتون بمونه؟ بله، زحمت بسیاری که میکشن برای برداشت اینا و خانوما و بچه هایی که درگیر مشکلات جسمی میشن توی این برداشت و واقعا زحمت داره و یه محصول خیلی گرانبها برای همه با خاصیت‌های خیلی خوب میده و ما هم لذت بردیم. قطعا همینطوره. ما هم ورود شما رو، تشریف فرمایی شما رو به شهرمون تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم دوباره هم تشریف بیارین برای اینکه حالشون هم خوب شه، یه دست براشون بزنید. متشکرم از همگیتون.